24 سالی عمرم گذشت، یکی در زندگی حالیم یگان چی نشیدم. همسالای من صاحب زن و فرزند، جای کار، خونه و ماشین. نکی من حالیم همو بودم به هیچی، به خونه و در، به ماشین، بچه بیرون. تا حاضر یگان جای کاری اساسی انیق ندارم. بین 4 سال اخیر قریب 16 جای کار علیش کردیم. سببش رئیسی به سواد، کلکتیفی توفته، کار دیلگیر، وزبین معاشی کم، خلاصه هر خیل بونه ها. زندگی ما بعدی و آخری قطعا همه آدم علیشید و در همه مشکلای زندگیم گناهگار بودن خدمه همه جمع فهمیدم. سلام علیکم. سلام جان، چطوری؟ سلامت. شنجای طرفا دا. همینجا. همه تینج. زندگی ها خوب. سوز تینج. هیچ داخل شدی بعدی مکتب. راستی گفت. چند تشریده نشدیم دیگر. چی گپ خبره؟ هیچی بکار گشتیم. یگان جان هست کردی؟ نه اکر راستی همون وقتی صنف 11 را بود کردن در یادت باشه اگر دواده و خواندن داخل شدن در بودی خدت. راستیش خدمم میخواستم داخل شدن همون کنار در یاد داشته باشید. دیگه هر جا مرا دیل مخنه کردن راستیگه بچه ها همین ای خواندگی ها تجاره گرفتن، ای خواندن هیچی نیست، تقن نداشته باشید دیل مخنه کردن، تقن نداشته باشید داخل نمیشه. بازی وقت دیگه بیا خوبش بگرد نمیسیسه دیگه هم راستی دیل ما ناامید کردن ده ای خواندن. بعد قطعی هم باید داشته باشی امید و فیروز هم سیفا همه قطعی راستی دیگه گشتیم ایست دیسکتک اوست و ورزاب و بازی هر روز دامگیری سیگارت کشیدیم دیگه همید راستیش گشتیم بکار. روز هم یه شب راستی ایا دیسکتک برو مدیم قطعی هم امید و فیروز و بچه ها قطعی همه بچه ها پیان راستی گب اول یکدیم در همونجا امید مورد جورا امید مورد فیروز این ولی چید من ماندم هم خیلی دیگه راستی دیگه ندونستیم چکا کنیم. بعدی با تای امید نتونست در قبول کردن نتونست مرده فرزند شد. من را ترمه کردن ترمه شدیم برو مردم نیاز بکار گشته سم راستی یگان جا کار نکده سم دیل ما گرفته دیگر همون ترمه در قطعی بچه های همون درن جورا شدیم یا برا با قطعی واز برو مدیم کارای بیرونی در بگیم خیلی کاری انیق نداری کار نیست همین کارای بیوده گردی دکده سه قطعی هم بچه های درن ترمه قطعی همین راستی بزار شدیم خیلی من نمیدونم چکا کنیم شایمان شده یا گفت که من یک چیز نقلت کنم که مقصد همو دوره مکتب خانی بود گفت که همین خدت که اینی داخل شوی بود که همونجا در ما این مثال ای پسی دکمنت کاری بدم ایلواگی ما گرفتم که همین داخل بشم یا جانه ادانومه دیدم دواده و شو انا همون وقت تا خدت تا بگیم دیل مونده کردی برای که گپی دیگر رو گوش کردی گفتن تقبوزی یا گوش کردی همی گپی و رو اقلا حجتات هنست بردی که یکی گفتن نمیشید. این همه خودم تکنولوژیست که اول داخل جنی بودم گفتم خیلی بیا یوریستی مسپارم با سوادی خودم سپاریدم. این نگذاشتم دانشگاه هم بود کردم صاحبی زن فرزند صاحبی وظیفه سویا کار کردم شیرانه خدا باید خودت گوش نمیکردی چه کرده هم وقتش ده خودت ناامید کردی مقصد در زندگی. بعد یک پارالل نیمون 11 ده بود که عبداللهیف یک بچه که با سواد بود در المپیادها فقط جا میگیرید یکم بار ما در همی رفتی کاریم بگیم در پروسس سودی اشتراک کردم اکاز ما اتوبوس کردیم ده یک بار اشتراک کردم در سود پروسس شد بعد اتوبوس گرفتم از اتوبوس کردیم یکم بار همی اشتراک کردم جنایتکار میدونی کی بود همو عبداللهیف همون بود یکم بار که ما اشتراک کردم در اومدم من همی سر شد سود همون را دیدم در حیرت غلطیدم میگه که این بچه در وقتش یک بچه درس خوان بود فعال بود
چی خشیدی طرف اومد با سوادی که او بود با هیچ سواد کم نبود. در المپیادا جام گرفت. من دیگه حیران شدم. خیلی اگه ما طرفدار قانونیم، همه وقت روی قانون کار میکنیم. سوچا گذرانده سال شگرفت. بعد من گفتم یک سوال بتم امورا سرش خم دیگه ایزاش هم را نگاه نکردم بچه. گفتم برادر یک سوال بتم. گفت مرحمت. گفتم همین خدت عبداللهیف نستی؟ گفتم 11 ده. گفت رفیق سودی هم اختا. گفت همین در آمدی برای وقت شیناختم تا. گفت دیگه ایزام گفت سر ما بالا کردن نتونستم. گفت این خدت مقصد آجی در یک جامعه خوندم سودی هم من در اینجا محکم اگه مقصد اینه که کارهای بهوده‌گری میرزا جان فایده نداره. اولی هم دیر نشیده مثال تو یک جای انیق کار بیا بخته کار بکنه ای پای زندگی میشه. این کروگی تو این جورایی تو پیدر کروگ دستن ازی فایده نیستن. یگان کرد با یگان بلای دیگه در سرت میزند. با هم راستی خدمم شایمان مای همه همی کارو دیگه نمیدونم چی بکنم. برای همی در کار نیست که فکر زندگی را کردن در کار. خی سارمان جان من میدم میرم با یکان روز با ما میخورم. مالی رحمت برای مسئله یا پیش نه رحمت با میبینیم. خیلی اما بخت гапош ганда сахтум расид барое ки ҳамин бача қатима калон шидагиай ман ҳамин рӯз эътиборан дига одам мешавам мебиненда ҳамада даказат мекунам ки ман одами даркориюм зиндагиман меёбам ҳама чи дар зиндагӣ шида метавонам